سلام، من شهرزاد پاکگوهر هستم. در مجموعه جلساتی با همدیگه کتاب چرا تا به حال کسی اینها را به من نگفته بود رو با همدیگه مرور میکنیم. من از قبل از 8 بخش اصلی کتاب خلاصه ای رو تهیه کردم و در هر کدوم از این جلسات ویدیویی و یا اگر دارین صدای اون رو میشنوید در این جلسات صوتی اون خلاصه رو برای شما بازخوانی میکنم. همچنین شما میتونید به ویدیوی جلسات مرور نکات کتاب که به صورت کارگاه برگزار میشه در کانال یوتیوب یاردیم دسترسی داشته باشید. امروز بخش دوم کتاب رو خلاصه کردم و برای شما میخونم. چرا تا به حال کسی اینها را به من نگفته بود؟ بخش 2، انگیزه. فصل 6. انگیزه چیست؟ ما معمولاً انگیزه را به عنوان یک ابزار یا مهارت می‌بینیم، یک نیروی پیشبرنده در زندگی. گاهی هم فکر می‌کنیم انگیزه داشتن همان نیروی اراده است و یا با انگیزه بودن یک خصیصه شخصیتی است. ولی واقعیت این است که بالا پایین شدن انگیزه یک مشکل در سیستم ما نیست، بلکه ویژگی انگیزه است. انگیزه یک حس است و مثل حس‌های دیگر می‌آید و می‌رود. بنابراین نمی شود همیشه روی حضور انگیزه حساب باز کرد و احتمالاً تجربه اکثر ما این گونه است که وقتی به انگیزه نیاز داریم آنجا نیست. وقتی انگیزه نداریم چطور ادامه دهیم؟ چطور با آن مکالمه ذهنی حسش نیز روبرو شویم؟ برای چنین مواقعی دو موضوع در رابطه با حس انگیزه به ما کمک می‌کند. 1. یاد بگیریم و تمرین کنیم چگونه این حس انگیزه را پرورش دهیم و احتمال تجربه آن را بالا ببریم. 2. یاد بگیریم و تمرین کنیم چگونه وقتی انگیزه نداریم مطابق برنامه، اهداف و ارزش‌هایمان پیش برویم. این ظرفیت و توانمندی را در خودمان ایجاد کنیم که بدون حضور انگیزه و انرژی حاصل از آن، کاری که نیاز است انجام دهیم را ادامه دهیم. بی‌انگیزگی معادل اهمالکاری نیست. اهمالکاری به معنای کنار گذاشتن یک کار یا ادامه ندادن به دلیل به وجود آمدن یک احساس ناخوشایند مانند استرس یا هر حس ناخوشایند دیگر از انجام آن کار است. اما بی‌انگیزگی مربوط به زمانی است که ما انجام یک کار را متوقف می‌کنیم یا اصلاً آن را شروع نمی‌کنیم چرا که هیچ حس لذت بخشی از آن موضوع نمی‌گیریم. این عدم دریافت لذت و انگیزه می‌تواند ناشی از برخی مسائل سلامت روان مانند افسردگی باشد. در حالت بی‌انگیزگی چیزهایی که قبلا برای ما لذت بخش و معنادار بودند، معنا و لذت خود را از دست می‌دهند. فصل 7. چگونه حس انگیزه را پرورش دهیم؟ وقتی درباره انگیزه حرف میزنیم منظورمان دلیل انجام یک کار نیست بلکه حس، انرژی و اشتیاق برای انجام آن کار است. ما غالباً میدانیم چه کاری را باید انجام دهیم و چرا باید آن را انجام دهیم، اما نمیتوانیم انرژی و شوق لازم برای انجام آن کار را در خودمان پیدا کنیم. تحقیقات علمی نکات مهم و کمک کننده‌ای درباره پرورش انگیزه به ما میگویند. در کنار اینکه ما این نکات را مرور می‌کنیم و به آنها عمل می‌کنیم، مهم است که خودمان درباره آنچه در رابطه با انگیزه تجربه می‌کنیم آگاهی پیدا کنیم. خودمان را مشاهده کنیم و تجربه، حس و افکارمان را ثبت کنیم. حتی در رابطه با نکاتی که در ادامه معرفی می‌شوند، ببینیم این موارد چه مکانیزمی در ما دارند و ما چگونه اثر آنها را تجربه می‌کنیم. در ادامه نکاتی را که طبق تحقیقات علمی بر روی پرورش و حفظ انگیزه تأثیر زیادی دارند مرور می‌کنیم. فعالیت بدنی داشته باشید، اهدافتان را مرور کنید، اقدامات کوچک و اهداف کوتاه مدت داشته باشید، جلوی وسوسه را بگیرید، رابطه‌تان را با شکست خوردن تغییر دهید. فعالیت بدنی داشته باشید. انگیزه در افکار ما یا در شخصیت ما نیست. انگیزه یک حس است که غالباً نتیجه یک حرکت بدنی است. اگر می‌خواهیم انگیزه را به صورت پیوسته تری تجربه کنیم، باید فعالیت فیزیکی را به یک بخش دائمی و روزانه از زندگی ما تبدیل کنیم. اما اگر انگیزه نداشتیم که فعالیت فیزیکی کنیم چه؟ برای اینکه بتوانیم این تعهد مستمر و فعالیت فیزیکی را حفظ کنیم،
نیاز است یک فعالیت را که می توانیم در زمان انگیزه پایین هم انجام دهیم انتخاب کنیم و همواره به آن متعهد باشیم. هر فعالیت فیزیکی که از سطح فعالیت روزمره ما بالاتر باشد، نیروی اراده ما را تقویت می کند. مثلا آن فعالیت می تواند همراه با چیزی باشد که در ما شوق ایجاد کند. مثلا موسیقی یا همراهی دوستان. چیزی به این فعالیت فیزیکی اضافه کنیم که آن را به یک موضوع جذاب یا شاید سرگرم کننده برایمان تبدیل کند. با این حال ممکن است زمانهایی اصلا انگیزه فعالیت فیزیکی را نداشته باشیم و همین فعالیت کم هم برای ما نشدنی به نظر برسد. در چنین مواقعی باید سراغ تکنیک‌های انجام کار بدون انگیزه برویم که در قسمت‌های بعد بیشتر به آن می‌پردازیم. اهدافتان را مرور کنید. تا به حال دقت کردید چرا وقتی یک نفر یا گروهی را دارید که درباره اهدافتان با آنها صحبت کنید، انگیزه بیشتری را حس می‌کنید؟ گفتیم که انگیزه یک حس است و یک مکانیزم برای ایجاد این حس ارتباط مجدد با اهداف و چرایی کاری است که می‌خواهیم انجام دهیم. به عبارتی وقتی اهداف و چرایی کارهایی که می‌کنیم در ذهنمان تازه و در دسترس نباشد، انگیزه به شدت کم می‌شود. بنابراین روشی را انتخاب کنید که با تکیه به آن بتوانید با اهداف و چرایی‌هایتان ارتباط مستمری داشته باشید. اگر درمانگر، کوچ یا منتوری دارید، می توانند این افراد به شما کمک کنند. اگر فرد یا گروهی دارید که می توانند به طور مستمر به شما اهدافتان را یادآوری کنند و یا اگر در مسیر خودیاری هستید، ژورنال نویسی می تواند قلاب حفظ ارتباط شما با اهدافتان باشد. در یک دفتر یا فایل دیجیتال هدفی که دارید را بنویسید و یک یا چند دقیقه ابتدایی هر روز با مرور آن هدف 2 یا 3 مورد از اقداماتی را که در راستای آن هدف می‌خواهید انجام دهید بنویسید. در پایان روز مجدد به ژورنال برگردید و تجربه‌تان در آن روز را یادداشت کنید. ژورنال نویسی گرچه ساده به نظر می رسد اما می تواند ما را نسبت به خودمان و اهدافمان متعهد نگه دارد. اقدامات کوچک و اهداف کوتاه‌مدت داشته باشید. انتظار بیش از حد داشتن از خود و کمالگرایی قاتل انرژی و انگیزه و فرمول طلایی نرسیدن و شکست است. وقتی اهداف و برنامه‌های بزرگ دارید، آنقدر هدف دور از دسترس به نظر می رسد که انگیزه را می کشد. تحول و رسیدن به اهداف قرار نیست یک شبه باشد. و برای اینکه بتوانید هرچه بیشتر در طول مسیر انگیزه داشته باشیم، نیاز است اهداف کوتاه مدت و اقدامات کوچک تعریف کنید و هر بار روی هدف کوتاه مدت بعدی و اقدامات لازم برای آن متمرکز شوید. برای اهداف کوتاه مدتمان نیاز است پاداش‌هایی تعریف کنیم، نه فقط پاداش‌های بیرونی، بلکه پاداش‌های درونی. وقتی به هدف کوتاه مدتمان رسیدیم، روی شانه خودمان بزنیم، خودمان را بغل کنیم و به خودمان بگوییم ایول، دمت گرم. موفقیت و دستاوردهای کوچکمان را ببینیم و تشویق کنیم. آن کمالگرایی یا خودسرزنشگری که در این مواقع می‌خواهد بگوید این که چیزی نبود، هنوز خیلی راه هست تا به هدف برسی را خاموش کنیم و از صمیم قلب به خودمان تبریک بگوییم. وقتی پیشرفت و پیروزی‌های کوچکمان را به رسمیت می‌شناسیم، متوجه می‌شویم که تلاش‌های ما اثرگذار هستند. اثبات موثر بودنمان و اثبات اینکه می‌توانیم به ما انرژی و انگیزه می‌دهد. می‌توانید دوباره از ژورنال نویسی کمک بگیرید و اهدافتان را به هدف‌ها و اقدامات کوتاه مدت‌تر و کوچکتری تبدیل کنید. زمان رسیدن به آن هدف کوتاه مدت، تشویق و پاداش درونیتان را در ژورنال ثبت کنید. جلوی وسوسه را بگیرید. گاهی انگیزه کافی نیست. اراده مقابله با وسوسه‌ها و تمایلات لحظه‌ای که ما را از هدفمان دور می‌کنند هم نیاز است. اما چه چیزی کمک می‌کند که در مقابل وسوسه بایستیم؟ تحقیقات نشان دادند چیزی که اراده ما را در این موارد تقویت می‌کند، پایین نگه داشتن استرس است. در واقع فیزیولوژی خودکنترلی و اراده گسترده بودن دامنه نرخ ضربان قلب است. به این معنا که اگر از لحاظ فیزیولوژیکی در وضعیتی باشیم که بدن ما امکان بالا و پایین شدن سرعت ضربان قلب را داشته باشد، اراده قوی تری خواهیم داشت.
به عبارتی بدن زمانی که نیاز دارد میتواند ضربان قلب را بالا ببرد و دوباره به وضعیت نرمال و استراحت برگردد. تاثیر استرس بر فیزیولوژی ما این گونه است که ضربان قلب به صورت مستمر بالا میماند و در نتیجه تغییر پذیری نرخ ضربان کم می شود. اگر می خواهیم اراده را تقویت کنیم، به این ظرفیت آرام کردن بدن و ذهن نیاز داریم. هر چیزی که استرس را زیاد کند روی این مکانیزم اثر منفی می‌گذارد و هرچه استرس را کم کند تأثیر مثبت روی اراده ما دارد. فعالیت ورزشی نه تنها اثر فوری روی کاهش استرس دارد، بلکه به صورت بلند مدت نیز ظرفیت اراده ما را تقویت می‌کند. عامل مهم دیگر در کنترل استرس خواب است. بدخوابی و کمخوابی باعث افزایش استرس، کاهش تمرکز و حتی پایین رفتن مود می شود. اراده و خودکنترلی مکانیزم‌های انرژی بری هستند و اگر بدن به دلیل بدخوابی انرژی کمتری در دسترس داشته باشد، ما در برابر استرس آسیب پذیرتر خواهیم بود و احتمال تسلیم شدن در برابر وسوسه بیشتر می شود. رابطه تان را با شکست خوردن تغییر دهید. یکی از عواملی که می‌تواند انگیزه را بکشد، تصویر نادرست از شکست است. اگر شکست خوردن باعث شود خودمان را تنبیه و سرزنش کنیم و مغلوب و شرمسار شویم و تصویری که از خودمان بعد از شکست خوردن می‌سازیم، ارزشمندی شخصی ما را هدف قرار دهد، تجربه شکست می‌تواند بسیار سنگین و ترسناک باشد. نتیجه این که وقتی به احتمال شکست خوردن فکر می‌کنیم، انواع احساسات ناخوشایند را تجربه خواهیم کرد و در نتیجه اهمالکاری خودش را جایگزین انگیزه می‌کند و دچار بیعملی می‌شویم. برخلاف چیزی که خیلی از افراد تصور می‌کنند، شرم دادن به هیچ وجه مکانیزم مؤثری برای ایجاد انگیزه نیست. حس کافی نبودن، نقص داشتن و پست بودن تنها باعث می‌شود که بخواهیم ناپدید شویم و تمایل پیدا کنیم که از موقعیتی که احتمال ایجاد چنین احساساتی را دارد فرار کنیم. حتی ممکن است بخواهیم آن احساسات را با تسکین‌های لحظه‌ای فراموش کنیم. بنابراین اگر می‌خواهیم سلامت روانمان را حفظ کنیم و انگیزه اقدام داشته باشیم، بنابراین اگر می‌خواهیم سلامت روانمان را حفظ کنیم و انگیزه اقدام داشته باشیم، باید راه مؤثری برای مواجهه با تجربه شکست داشته باشیم و مکانیزم مؤثر در تجربه شکست خودشفقتی است. خودسرزنشگری تنها باعث کاهش مود و انگیزه می‌شود. برخورد مشفقانه، محترمانه، صادقانه و تشویق کننده با خودمان است که انگیزه را تقویت می‌کند. اما اگر خودسرزنشگری تا به حال مکانیزم اصلی و خودکار ما در مواجهه با شکست بوده است، تغییر آن به خودشفقتی نیاز به تمرین دارد. برای تمرین خودشفقتی تمرین‌های زیر را انجام دهید. مشاهده و آگاه شدن از خودسرزنشگری در تجربه شکست. بعد از تجربه یک شکست، سوالات زیر را از خود بپرسید و پاسخ را یادداشت کنید. زمانی که شکست را تجربه می کنید، صدای خودسرزنشگر درونی شما چگونه است؟ چه احساساتی به همراه این صدای خودسرزنشگر تجربه می کنید؟ چه احساساتی به همراه این صدای اه، آیا باور دارید که شکست خوردن نشان دهنده بیکفایتی و بیلیاقتی شماست؟ آیا با تجربه شکست، شرم یا ناامیدی همراه با آن حس می کنید؟ چه مکانیزم‌های مقابله‌ای بعد از خودسرزنشگری برای شما فعال می شود؟ تمرین دوم، تمرین خودشفقتی در تجربه شکست. به تجربه یک شکست فکر کنید و سوالات زیر را از خود بپرسید و پاسخ را یادداشت کنید. توجه کنید که چه احساساتی با یادآوری آن خاطره برای شما بالا می آید. آن احساسات را در کجای بدنتان و به چه صورت حس می کنید. صدای خود سرزنشگر شما چگونه بود؟ چه کلمات و عباراتی بالا آمد و آن گفتگوی درونی چه تأثیری روی آنچه که حس می کردید داشت؟ سپس شما به آن حسها چه واکنش یا پاسخی دادید؟ شخصی را در ذهن بیاورید که برایتان عزیز و محترم است.
اگر این شخص تجربه شکست خوردنی مشابه شما را داشت، واکنش شما با آنها چه تفاوتی داشت؟ از خودتان دلیل این تفاوت را بپرسید. شما می‌خواهید آن شخص عزیز چگونه با تجربه شکستش مواجه شود و چه واکنشی داشته باشد که همچنان آنها را در مسیر حفظ کند. فصل هشتم، چگونه خودمان را مجاب کنیم کاری که حسش نیست را انجام دهیم. واقعیت این است که هر چقدر هم فعالیت فیزیکی داشته باشیم، ارتباط مستمر با اهدافمان داشته باشیم، استرسمان را کنترل کنیم و همه کارهای لازم برای پرورش انگیزه را انجام دهیم، همچنان این تجربه را خواهیم داشت که وقتی به انگیزه نیاز داریم، آنجا نیست. و گاهی هم کارهایی را باید انجام دهیم که اصلا هیچ لذت و انگیزه‌ای در آن نیست. جای خالی انگیزه معمولاً با تمایل به انجام کارهایی پر می شود که در راستای اهداف و تعهدات ما نیست. گرچه این تمایلات می توانند قوی باشند و گاهی حتی بسیار قانع کننده به نظر برسند، اما ما می توانیم طبق آنها عمل نکنیم. در این بخش تکنیک هایی را مرور می کنیم که وقتی انگیزه نداریم ما را در مسیر حفظ کنند. اقدام متضاد، عادتسازی، استراحت با کیفیت، شکرگزاری، برنامه ریزی، بودن به جای شدن و رسیدن، تکنیک مقایسه نتایج اقدام و هیچ کاری نکردن. اقدام متضاد، انجام کاری متضاد با تمایلات لحظه‌ای و انتخاب انجام کاری که با اهداف و برنامه‌های ما همراست است، مهارتی است که با تمرین به دست می‌آید. مهارت اقدام متضاد یک تلاش آگاهانه برای انجام کاری است که خلاف میل لحظه‌ای یا احساس فعلی ماست. مخصوصا زمانی که تمایل به تسکین‌های لحظه‌ای داریم که باعث آسیب به ما و مسیرمان می‌شود. خودآگاهی بخش کلیدی این مهارت است. توجه به تجربه‌ای که داریم، افکارمان، احساساتمان و تمایلاتی که همراه با آن می‌آیند، این فرصت را به ما می‌دهند که به اندازه کافی مکث کنیم و تصمیمی مبتنی بر آگاهی و گاهی منطبق بر برنامه از پیش تعیین شده انجام دهیم. بنابراین می‌توانیم به جای عمل کردن بر اساس احساسات و تمایلات لحظه‌ای، بر اساس ارزش‌ها و اهدافمان عمل کنیم. عادت‌سازی. بهترین استراتژی درباره انگیزه این است که کلاً انگیزه را از معادله حذف کنید. فرض کنید قرار نیست اصلا انگیزه‌ای به شما کمک کند. در این صورت برای آسان شدن مسیر و کمتر شدن انرژی لازم برای اقدام، باید عادت سازی کنید. عادت سازی باعث می شود الگوهای عصبی لازم برای اقدام طبق برنامه مشخصی شکل بگیرد و شما به انگیزه برای انجام آن کار نیاز نخواهید داشت. توصیه‌هایی برای ایجاد عادت جدید. رفتار جدیدی که می‌خواهید به عادت تبدیل شود را تا جای ممکن ساده کنید که عمل کردن به آن آسان باشد. محیطتان را طوری تنظیم کنید که این تغییر جدید در رفتارتان را حمایت کند. برنامه مشخص و یادآوری‌های منظم داشته باشید. پاداش‌های کوتاه مدت و بلند مدت برای خودتان تعیین کنید. ترکیبی از پاداش‌های درونی و بیرونی. درباره چرایی انجام این کار و ایجاد این عادت برای خودتان شفاف سازی کنید. این عادت مطابق چه ارزش‌های شخصی و اهدافی است که دارید. استراحت با کیفیت. موفقیت بیش از آنکه نشان دهنده استعدادهای ذاتی باشد، ناشی از سخت‌کوشی و استمرار است. اما ساختن چنین استقامتی که در طول مسیر رسیدن به اهداف که همراه با بالا و پایین شدن انگیزه خواهد بود، چگونه است؟ در رابطه با سخت‌کوشی و استقامت، نکته مهمی که باید بیاموزیم و به آن عمل کنیم، این است که ثابت قدمی به استراحت با کیفیت در طول مسیر نیاز دارد. ما باید بتوانیم بین استرس تلاشگر بودن و شارژ شدن مجدد ناشی از استراحت تعادل برقرار کنیم. قرار نیست همیشه کار کنیم و همیشه انتظار انرژی داشته باشیم. ما باید بتوانیم به بدنمان گوش دهیم و آنچه که نیاز داریم و آنجا که نیاز داریم متوقف شویم و انرژیمان را بازیابی کنیم. استراحت با کیفیتی داشته باشیم. دقت کنید که برای اثر بخش بودن استراحت فقط کار نکردن کافی نیست.
مثلا اگر بین جلسات کاری 10 دقیقه وقت استراحت داریم، به جای چرخیدن در شبکه‌های اجتماعی، 10 دقیقه در فضای آزاد قدم بزنیم و یا مدیتیشن کنیم. شکرگزاری. شکرگزاری و تمرین روزانه آن یکی از روش‌های ایجاد پاداش درونی است که زمانی که انگیزه نداریم ما را در مسیر حفظ می‌کند. تمرین روزانه شکرگزاری می‌تواند شامل نوشتن 3 مورد از چیزهای بزرگ یا کوچکی که امروز شکرگزارش هستیم باشد. تمرین روزانه شکرگزاری می‌تواند آن را به یک عادت تبدیل کند و زمانی که به پاداش‌های درونی و خودشفقتی نیاز داریم، عادت شکرگزاری به کمک ما خواهد آمد. برنامه‌ریزی برای زمانهای بی‌انگیزگی. به بی‌انگیزگی مانند یک ریسک در مسیر اهداف و برنامه‌هایمان نگاه کنیم و برای آن آماده شوید. به مسیری که می‌خواهید بروید، به تغییراتی که می‌خواهید به وجود آورید و به اقدامات لازم برای رسیدن به اهدافتان فکر کنید. چه چیزهایی می‌تواند مانع شود که شما متوقف شوید یا مسیر را ترک کنید؟ برای هر مانع یک برنامه داشته باشید و از قبل بدانید که قرار است چه اقدامی کنید. بنابراین زمانی که در مسیر به آن موانع و به بی‌انگیزگی برخورد کردید، به جای درجا زدن یا خارج شدن از مسیر، می‌دانید که چطور باید آن را دور بزنید. موقعیت را از قبل طوری مهندسی کنید که مطابق ارزش‌ها و اهداف شما باشد و نه پاسخی در برابر تمایلات و احساسات لحظه‌ای. بودن به جای شدن و رسیدن. هدفی که می‌خواهید به سمت آن بروید و یا تغییری را که می‌خواهید به وجود آورید، بخشی از هویت خود بدانید. مثلا به جای اینکه فکر کنید من می‌خواهم کسی بشوم که 6 صبح بیدار می‌شود، انتخاب کنید کسی باشید که 6 صبح بلند می‌شود و هویت و بودنتان را انتخاب کنید. وقتی اقداماتتان بر اساس هویت و بودنتان است، بالا و پایین شدن انگیزه و سختی‌های مسیر تأثیر کمتری روی شما دارد. تکنیک مقایسه نتایج اقدام و نتایج هیچ کاری نکردن. خودتان را در آینده‌ای که می‌خواهید خلق کنید تصور کنید. یک تصویرسازی شفاف کمک می‌کند بتوانیم خودمان و نتایج تصمیماتمان را بهتر ببینیم. حالا با توجه به وضعیت فعلی و آن تصویر که از آینده برای خودتان ساختید، 2 سناریو را بررسی کنید. در سناریوی اول شما تغییراتی را که مد نظرتان هست ایجاد کردید. در سناریوی دوم همه چیز به روال گذشته ادامه پیدا کرده و چیزی تغییر نکرده. مزایا و معایب هر دو سناریو را برای خودتان بنویسید. مثلا تغییر کردن ممکن است مسیر سختی داشته باشد و ما احساسات ناخوشایندی در طول مسیر تجربه کنیم. از طرف دیگر می توانیم به نتایج ایجاد تغییر یا دستاوردهای مسیر تغییر نگاه کنیم. فصل نهم. تغییرات بزرگ را از کجا آغاز کنیم؟ گاهی ما می‌دانیم که چه تغییری می‌خواهیم ایجاد کنیم و هدفمان و چرایی آن برایمان مشخص است. اما گاهی فقط می‌دانیم چیزی باید تغییر کند چرا که اوضاع خوب نیست و ما در مسیر نیستیم و نمی‌دانیم دقیقاً چه تغییری و چرا. در واقع نمی‌دانیم اصلا مسئله چیست. بهترین مسیر حل یک مسئله این است که شما شناخت درستی از مسئله پیدا کنید. شاید ما مجموعی از افکار و احساسات داشته باشیم که به نظرمان آمده که تغییر نیاز است. در چنین مواقعی یک ابزار کلیدی توانایی فراشناخت انسان است. اینکه ما می توانیم به فکر کردن خودمان فکر کنیم و موقعیت را از دید بالاتر و کل‌نگرتری بررسی کنیم. در مسیر خودیاری ژورنال نویسی می تواند روش مناسبی برای اجرای این تمرین فراشناختی باشد. این سوالها را از خود بپرسیم و در ژورنال یادداشت کنیم. رویدادهای مهمی را که اتفاق افتاده است توصیف کنید. در زمان روی دادن آنها چه افکاری داشتید؟ آنگونه فکر کردن چه تأثیری روی احساس شما داشت؟ احساساتی را که داشتید توصیف کنید. چه چیزی باعث آن احساسات شد؟ چه تمایلاتی را در آن زمان احساس کردید؟ چه پاسخی به آن احساسها و تمایلات دادید؟ نتیجه و عواقب آن عواقب آن پاسخ شما چه بود؟ خب
اینجا رسیدیم به انتهای بخش دوم که در رابطه با انگیزه بود. میتونید به فایل این خلاصه در قسمت توضیحات این ویدیو یا فایل صوتی که دارید گوش میدید دسترسی داشته باشید و اون رو به صورت PDF برای خودتون دانلود کنید، بخونید و زمانی که به مرور تکنیک های انگیزه نیاز داشتید بهش دسترسی داشته باشید. و همچنین لطفا ما رو در یوتیوب و کانال اینستاگرام ما رو لطفا سابسکرایب کنید، فالو کنید و منتظر ویدیوهای بعدی باشید. روز و شبتون خوش. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.